میگه یک آدم 3 کس میگه 4 کس حج رفتن مردیاتش میگه در راه حج میگه 3 بار قبر کردن مار برآمد گورش نکردن اومدن میگه گفتیم جای مسجد مولای کبری پرسیم مولا رو اومدن گفتن این آدم هم سفری ما بود 3 جو قبر کردیم مار برآمد گفت چیکار کنیم گفت با قبر بکنین گفت با مار بروه چی گفت گورش کنین این عملش همیقای بعد میگه با کردیم که با یا ماری کلام برآمد میگه گورش کردیم حج کردیم اومدیم خونه همی امرمون رفتیم گفتیم ینگه خیر خدا صبرت بوده شوهرت قدیم هم سفر بود مرد بعد قصه را نقل کردن 3 بار قبر کردیم 4 بار مار برآمد بعد هم مولا را پرسیدیم گفت گورش کنین این عمل شد ینگه بخشش اگه همین چی کاره بود گفت ترازو میزد ترازو میکرد گفت ویل للمطففین آیت گفت وای بر حال کسانی که ترازو میزنن ترازو رو میگه چیکار میکرد وقتی که بار میگرفت سبوک میکرد وقتی میفروش ترازو را چی میمون سنگ میمون وزمین میکرد این عملش گفت با چی عمل داشت گفت پول بسیار بود خواهرش اینجا کم بغله اینجا دودرش کم بغله خواهر امام کوارتیرانت دودر امام کم بغله زکات بده میگفتیم نمیداد زکات انمو مار زکاتی مال بده که مالی که حرام گردد که مالی تو مار در قبر مار گردد انمی مار انمو چیه حدیث داریم کسی که نمیته مار در درونی قبرش میاد زب نام داره یک چشم داره دندانوی کلان داره گازد میگیره هیچ که نیست در اونجا برای میگه انا بیتون دود ما خانه پری کشدم پری مار ای گفتی یکم اوچکمر همه چی او درون یا آدم دیگه گفت قبر کردیم ای درون یه حیوان برآمد گفت هیچی دمونن نیست نمیفهم خیلی یکم بار دیدم گفت در درونی عزمی خداوند تبارک و تعالی 18000 مخلوق آفریده 18000 دیگه تای زمین ده 18000 روی زمین ده ما زمینو شدیدگیم تاوش نمیدونیم چیه ولی یه خیلی حیوان میبره نمیدونیم نوش چیه ایره او در تای زمینه اگه خدا بگونه او قبر برادر بچه ها بود میکنی بشیر الذین یمشون فی الظلم الی مسجد بنور تام بشارت میده رسول خدا که کسی که در تاریکی ها به سوی مسجد میاد خداوند در قبرش روشن میکنه قیامتش روشن میکنه